салом шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани теғи пурасрори Ҳабибулло Ёров дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саторӣ. оғози гуфтори 17. پس از گسیل نواسکران ما 6 کس عقیبگاه را به اداره حکومت ناحیه که از خانه های مقرری همان زمانه فرق نداشت بردند. در یک خانه‌چه پستکی یک میز خود ساخت و 2 کرسی داشت. 3 تن راست می ایستادند. یکی از آنها رئیس جماعت قدی آب غلام یک دسته بود. سین و سال غلام از 50 گذشته بود. در جوانی گشتینگر و چاوانداز بسیار ممتاز بود که نظیر نداشت. بار در عید نوروز در سفیداران که از دهه ما قریب نیم روز راه است بوسکشی می شود گفته 1 هفته پیش دهه های اطراف را خبر می کنند. غلام پهلوان هم با قیزیلی جومستش 1 شب پیش براه می براید. هرچند می گویند که در چنین معرکه ها طرف کشی می شود. یک خودش تنها نرود ولی با غرور جوانی پهلوان سر نمی فرارد. شب را در خانه یک شناسش در همسایه دهی سفیداران روز کرده پگاه خود را بین قره چاوندازان می گیرد. میدان نبرد یونوشقزاری وسیع دشت سوبینک انتخاب گردیده بود که در پسخمی برمالی بین 2 کوه مساحت قریب 10 هکتار را تشکیل می کرد. دشت از برف زمستان خلاص خورده باشد هم هنوز سرنم بود. حتی در چکملای بعض قسمت‌های نشور آن که آفتابی بهار به پررگی به آن جایش نمی رسید کس می لغزید. مردم زیادی از دهه‌های اطراف به تماشای این عنعنه ملی نوروزی آمده در برمال‌های تپه‌ها جای گرفته بودند. چاواندازها گروه گروه با اسب‌های جومست وارد میدان می شدند. معلوم که هر گروه از یک قشلاق است، زیرا هر گروه چاواندازان را یک قسم از تماشابینان با صدا و کفکوبی استقبال می گرفتند و این گروهی نو به میدان وارد شده هم روح گرفته یک دم جلوی بادپاهایشان را سر داده میدانداری می کردند. ولی برابری به میدان در آمدن یک کسوار اسب قزلدار هیاهوی تمام تماشابینان به فلک پیچیده همه برابر از جای خیستند. غلام پهلوان هم با نشان احترام به مخلصانش روی زین سری رکاب راست شده تعظیم می کند. چاواندازهای تهجایی از دیدن پهلوان به ضابطه گردیده بین یکدیگر کیمچی گوشکی می کنند. بوسکشی آغاز می شود. مسلوخی بدواهیمه طیلاق 1 ساله را روی قاش زین داوری بازی سعدالله چاوانداز سال دیده به میدان می درآرد. چاواندازها در اطراف اسب داور جمع می شوند. مسلوخ را داور به پیکجا می پرزاید. همه در تلاش. 10 دست و کله بالای مسلوخ خم می شوند. غلام پهلوان بالای قزل دورتر از توده چاواندازان لجام باد پایش را کشیده می ایستاد. قزلی جومست سنبک زده از جای جهیدن می خواهد ولی بازوان قوی پهلوان امکان جهیچ جانور را تنگ کرده است. قزل با غروشی ببرانه گاه گاه به 2 پا راست می شود. حریفان چاوانداز عادت پهلوان را خوب می دانستند که وی هیچگاه بالای مسلوخ خم نمی شود. وی همیشه پهلوی چاوانداز مسلوخ را به قاش زین داشته برابر شده سری دوی اسب با زوری بازو مسلوخ را از او کشیده می گیرد. از این رو 5 نفر چاوانداز تهجایی پهلوی هم دورتر از غلام ایستاده رفتار او را نظارت می کردند. آن رفت توده تنوک شد و چاوانداز اسبی سیاه مشکیندار نصر پهلوان مسلوخ در بری اسبش همایل پیش برآمد. از 4 نعلی سیاه مشکین خاک و لای به هوا پاش خورده به سر و روی سواران عقیب میزد. چاواندازهای تعقیبگر هم به قاش زین خم خورده سری پا در رکاب اسبهایشان را گاه به یال و
گاه به سرغی همچین کاری میکردند، ولی مسافه بین آنها و سیاه مشکین تا رفت دورتر میشد. نهایت غلام پهلوان جلوی بادپا را سر داده مهمه زد. قیزیل چنان با سرعت از جای جهید که حریفانش از او با چین نیت دورتر ایستاده فرصت کرخ شدند تا اسب‌هایشان را مهمه زدند که قیزیل در بر سیاه مشکین بادپا راست شد. دو اسب جومست خوشتقوم چون باد گردیش داشتند و از پس خود بارانی لای پاره را پاش میدادند. توده چاوندازها چون یقین کردند که به این دو بادپا زیر بارانی لای پاره ها رسیدنشان محال است، جلوی اسب‌هایشان را سوی پیکجا گردانیدند تا که پیشگیری کنند. دو سواری از توده کنده کرده گویا هنر خود و جلوی اسب‌هایشان را نشان می‌داده باشند روی دشت سوبینک دوره را کلان گرفتند. قیزیل در این گونه نبرها پخته شده از جانب چپ سیاه مشکین یک سری اسب پیش تاخت تا که حریفش سرش را به جانب مابین دشت به سوی پایگاه گردانیده و دشتی وسیع را امکانی میانه بر کردن را نیابد و سواری بالایش هم فرصتی بیشتری برای چنگ به مسلوخ قاش زینی حریف زدن داشته باشد. غلام پهلوان نهایت چنگ به پای تیلاق زد. کش و برکش در مبارزه تن آغاز یافت. سوار سیاه مشکین نصر پهلوان آبی درگی انایی نبود، ولی وی قوه بازو و سرعت چاوندازی غلام پهلوان را خوب میدانست. از این رو برای احتیاط هفکه گیرهی نوگ چیلبوری به قاش زین بستماندهش را به پای مسلوخ گذراند. مبارزه تن به تن تا رفت شدیدتر می شد. سواری قیزیل جلو را گاه براست و گاه به چپ تاب می داد. قیزیل رموزفهم رقیبش سیاه مشکین را به برغ زدن در آمد. سیاه مشکین جوان به ضربه ها و وزن قیزیل دیوتن تاب نآورده سرعتش را یک بار پس کرد. قیزیل یک قدی نیزه پیش گذشت و رسن پای مسلوخ چون زه کمان ترنگ شده زین را در زیر پای سوار سیاه مشکین کاواک کرد. نصر چاونداز رموز گرفت که همین لحظه بازوان قوی غلام چاونداز ایل و پشتنگ اسب او را کنده زین را از زیر پایش کشیده می گیرد. ناعلاج هفتک چیلبر را از پای مسلوخ رها کرد. مسلوخ در یک میژه زدن به قاش زینی غلام پهلوان گذشت. قیزیل دم هوش شده اکنون گویا پرواز میکرد و از چار نعل سنبهایش لای ریزه ها به کبودی آسمان دکه میخوردند. صدای احسن و آفرینی تماشابینان به آسمان میرسید. 5 اسبه بدطینت هنوز به توده پراکنده چاوندازان برابر نشوده قیزیل پهلوان به مره رسیده مسلوخ را به پیک جای چخورچه دور شکل پرتافت. همه برابر غلام پهلوان آفرین، حلال، از شیر مادرت هم حلال گویان غریوی مردم به فلک پیچید. غلام پهلوان جلوی قیزیل را کشیده جانور را سرعت گرفتن نمی ماند. قیزیل جومه است که از افتش در اولین بوسکشی امسال خود را نشان دادن میخواست از قوه بازوان پهلوان به تنگ آمده گاه دو پایه قد راست میکرد، گاه غوریده از تحسین و فریاد تماشابینان گویا قوت میگرفت که اوریب میدانداری میکرد. صدای داوری میدان بلند شد. سالیم 5 سرکه کبود حق حلال چاوندازی دیوراهگی غلام پهلوان حلال باد، حلال کردی. باز یک بار دیگر صدای مردم به آسمان دکه خورد. از شیر مادرش هم حلال گفتن تماشابینان. توده چاوندازان باز بالای پایگجا توپ شده در تلاش برداشتن مسلوخ شدن. این دفعه استا سیفیدین سنگی آسیا تراش
مسلوخ در بری سمندی بادپایش آویزان به آسانی از سوده چاواندازها جدا شد. قزل که دورتر گردنک و سنبک میزد و لجام نقرکوب دمی دهانش را گرفته بود، بازوانی چون بالار قوی پهلوان مانعش بودن. برابر سو شدن لجام بجا هیچ در آمد. فرصت نگذشته قزل در بری سمندی بادپای استا سیفالدین گردن کشید. غلام پهلوان به گوشه خاطر هم نمی آورد که 5 نفر چاواندازهای تهجایی از علم نقشه هلاکت او را اکنون در سر دارند. او را میانگیر کرده به غار جلانه سرازیر میکنیم. این کیست در اینجا میدانداری میکند؟ خلاصه کردن رقیبانش. غلام نیت بدی آنها را وقتی فهمید که 5 اسپه بدتینت راهی دشت را بسته، کوششی او را سوی جری روانه کردنشان بر اعلا معین گردید. پهلوان سرعت را یک بار پس کردنی شده لجام را سخت کشید. وی با این عمل رقیبانش را غیر اختیارشان پیش گذرانیدنی شده سری قزل را جانبی پیکجا گردانیدنی بود. ولی یکی از آنها برابری به قزل رسیدن یک طرفی چرمبندی لجام قزل را سری دو چالاکانه با کار برید. 2 نفر دیگرشان از قفا سرغی قزل را قمچین کاری کردند که سرعتش را تیزاند. 2 سوار دیگر جانب پایگجا را چون دیوار گرفته نمی گذاشتند که قزل سمت حرکتش را دیگر کند. قزل این لحظه اداره نشونده بود. اختیار از دست پهلوان رفت. رو به رو به اجل راست آمد. الله اکبر گفتن پهلوان با شیهه آسمان کف قزل برابر بلند شد و هر دو یک جایه با مسلوخ قاش زین به کامی غاری دولانه سرازیر رفتند. طبابت 6 ماهه شکست بندها و طبیبان مردمی کار داد. غلام پهلوان به پا خیست ولی از یک دست محروم ماند. دست چپش از کیت خشکیده پره ناگیرا گردید. با وجود این هر جا که معرکه بوسکشی و گوشتین شود غلام پهلوان می رفت. او را مردم حرمت کرده داور تعیین می کردند. بسیاری از چاواندازها و پهلوانها از سالمهای گرفته شام به غلام پهلوان استاحقی گویان یک چی نیم چی می دادند. ولی همه آن 5 نفران سیاه دیل با خواست خداوند تا نوروز سال دیگر از عالم گذشتند. یکی را سگ دیوانه گزید و مرد، دیوانه شده. دویمی در بوسکشی زیر سمی اسبها جان داد. سیومش در خواب غفلت مرد شد. خلاص از آن 5 نفر کسی نماند. در اداره حکومت ناحیه وظیفه های ما را برایمان مشخص گفتند. آهستر کشیده نقلش را ادامه داد پدر. فرعون به مهنت عقیبگاه پیش رفته نمی تواند. بکب آغاز کرد. یکی از آن 3 نفر که در مابین راست می ایستاد. از گبزنی و لباس پوشی او تخمین کردن دشوار نبود که رئیس کلان همان است. امروز پارتیا و حکومت عقیبگاه را هم فرانت اساسی اعلان کرده است. در منطقه های زیر آتش جنگ امکان کشت و کار نیست. فرانت را ما و شما باید با نان تأمین کنیم. بهار سر شد. کشت و کار باید آغاز یابد. خودتان میدانید که مردها همه در جنگ. با خواهش و توصیه رئیسان جماعت ها حکومت ناحیه 6 نفر شما را بران کرد. هر یک شما در قشلاق‌هایتان هم بریگادیر و هم رئیس محل و هم جفتران و هم تخمی پاش و هم آبمان و خیرمن کوب می شوید. از حال مردمان دیه های به خودتان وابسته با خبر باشید و حتما خبر رسانید. با مردم اگر خواهر و اپا و آچه بچم و بابا گفته معامله کنید به قدر قوت خود به کاری کلخاز می چسبند. انا همین طور من هم صاحب منصب شده یک روز بعد از دیه رفتن باز به دیه برگشتم. میدانی بچم روزهای اول چقدر سخت بود. به نگاه های نفرت آمیز مردم تاب آوردن که نزدیکانشان را با دل ریش و دیده خونبار
و جنگ گسل نموده بودند نهایت دشوار بود. کی باور میکرد که در اوج جنگ جهانی که وطن در کوره آتش میسوخت و دشمن تا آستانه مسکو آمده بود، ما به پاره نه تنها به جنگ نرفتیم بلکه باز صاحب منصب هم شده بودیم. تابستان همان سال بسیار گرم آمد. باران گویا قهر کرده بود که پاره ابر حتی در آسمان دیهات پیدا نمی شد. مردم کوهستان ما چنین گرمسیل را یاد نداشت. گندمزار دشت جوجی جا جا سر کشیده پیاده سوار شده بود. دل کس به حال گندمزار آب طلب خون می گریست. اگر احوال باز کمی همین خیل رود، حاصل و پررگی تلف می یافت. خوشه ها نیمدان یا پوچ شده، پایه هم خسک می گشت. کاهش هم برکت نمی کرد. این معنای آن را داشت که زمستان چاروا هم از گرسنگی تلف می یابد. یک هفته بود که آب را تا گندمزار رسانیده نمی توانستیم. برابر دمیدن آفتاب اعضایان کلخاس، زنان و کودکان دیه را به گردنه دیودار برده، آب پرتای دره را چوب زده و شیغ بسته چیمکاری کرده سربند می برداشتیم. سای آب پرتا تا پر شده آب به سرجوی دشت می برآمد که شام می شد. بعد فرامدن تاریکی دریچه حولی تق تق می شد و من را 2 نفر سوار کماندار که با فش سله از منه تا تگ چشمانشان را پوشانیده بودند پیش انداز کرده به گردنه دیودار می بردند. آنها مجبور می کردند که سربندانمان را کنده آب را به دره سردیم. من هم از ترس جان کرته را از تن کشیده و به حوض آبی یک بر این خنک به سربندکنی می در آمدند. آبی زیاد جمع شده سای آب پرتا در یک لحظه چیم و شاخ و شپه حتی پای چوب های بالار مانندی بیدی را با سرعت به کام دره می پرتافت. پگاه باز همین احوال، از آفتاب برا بیدبوری و چیمکنی و سربندسازی و شبانه سربندکنی. باز تهدید هم می کردن اگر زنده ماندن خواهی و زن و فرزندانت برایت عزیز باشند، فهمیده گیر که تو شتوری سفید را ندیده ای، فهمیدی؟ می گفتن. برای آن که این خائن ها خاطر جمع باشند و شبهه نکنند این نه تقصیر شطور در این کوه کوتل در این شبیتار نامعقول میکند در اینجا گفته بار محمدانایی کرده چند قمچین به تخت پوشت و سر و کتفانم هم خوردم. باز مسخره میکنی لعنتی. گویان یکی از آنها تفنگچه‌اش را به سویم راست کرده تیر زدنی شد. خیر شما چرا به یگان جای شکایت نکردید؟ پرسید صیاد که از نقل پدر بسیار عصبانی و دلتنگ شده بود. با کی شکایت میکردم بچم؟ مثلا به همان انکویدی گفتگیتون. اگر شکایت میکردم من زنده نمیماندم و تو به دنیا نمی آمدی بچم. آخر همان سواره های سلاحدار و سله به سر شبها می آمدگی یکیش کارمند انکویدی بود و دویومش امک بچهش سفالی کلبور که سالهای پیش دست راستی حاجی طاهر سردار دسته باسمچی های منطقه بود و اکنون منصبدار کلان اگنت مالیه حکومت شده کار میکرد. صیاد آن وقت به این نقل پدرش باور کرده باشد هم سادگی موی سفید را مذمت میکرد. خیر چی؟ یک کس در انکویدی خائن بوده است. دیگرها چی؟ از رئیس جماعت تا رئیس ناحیه و کاتب ریکام آدمان درست بودن کو؟ فکر خلق را میکردن، غم مردم را میخوردن، هستیشان را به جبهه بهر غلبه بر دشمن بخشیده شب و روز در برابر مردم عادی جان کاهانیده و زحمت میکشیدند. این به گفتن آسان است بچم. لب فرو بست پدر.
шунавандаҳои азиз, шумо романи теғи пурасрори ҳабибулло ёровро дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон бобохон сатторӣ шунидед. муҳаррир саидзода обиҷон, коргардон ануша хуҷамова. ин гуфтор соли 2024 сабт шудааст. анҷоми гуфтори 17